به خودنمایی ها و ریاکاری ها گرفته نمیشه. افسوس است. هم یک شب قدر عبادت الله است امیرم گرفتن یا چی کردن؟ نعوذ بالله بالکل از بین بردن، ریا و فقط خودنمایی و سمعت و گپا را شروع کردن، یا بدعت ها را از خود ایجاد کردن. اینی مقداری این کارا بکن، اینی مقداری، این مقدارا نامده در دین. شب از عبادت الله را بکن، یک گوشه بیشی اهلی تا بخیزان، کلگی نماز بخونه، گریان کنه، تلاوت کنه، مشکلات خدا بخواه، حاجتای خود از الله بخواه. دمیز شب است یک ساله رزقی تا تمام کاروایی تا الله به ملائک تسلیم میکنه. ماضی تا یک دفعه در نظر بیار که چی کردیم در این قدر ماضی. اینی گپاست؟ نه این گپا کل شالی دیگر رقم تبدیل شده. الله رحم بکنه. قل بگوی پیغمبر اسلام فلله الحجة البالغه، خاص برای الله است الحجت، دلیل الزامی، دلیلی که الزام وارد میکنه آدم دیگه مجال نداره که مقابله بکنه. البالغه تو که خب تاثیر داره، دلیلی که از الله است و خیلی تاثیر میکنه، در قلبم تاثیر میکنه او محکم هم است. فلو شاء لهداکم، اگر الله میخواست کلگی شما را هدایت میکرد اجمعین تمامیتان، لیکن هدایت نکرد برای یک حکمت. هدایت نکرد، بله هدایت نکرد. خیر گناه مردم چیست که الله هدایت نکرد؟ بله الله اسباب هدایت به کلگی داده یکسان، لیکن بعضی از همی اسباب هدایت کار گرفت، از اسباب هدایت استفاده و استعمال کرد، الله باز هدایت سرش مرتب کرد. چرا که از اسباب هدایت کار گرفتی، هدایت سرش مرتب شد. یک تعداد مردم همی اسباب هدایت غلط استفاده کرد، در جای از که از این قوتهای خود در راه حق استفاده بکنه برای پیش در راه حق، یا گرفتن همی قوتها را در راه باطل استفاده کردن. یک نفر در شب قدر شروع کرد، رفت تلا عبادت الله را شروع کرد، عاجزی کرد، گریان کرد، گناه خود در پیش رو گذاشت، نعمتهای الله را دیگه طرف گذاشت، گفت که الله تباست مگر تو بخشش نکنی. آدم علیه السلام، حوا علیه السلام واری میگه ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکنن من الخاسرین. تبا میشم الله اگر تو معاف نکنی. نفر دیگه دمی شب میره دزدی را، امو دست، امو زبان، امو گوش، امو قوت، امو نیرو، اما گپا قطعی آدم بود. ای آدم از نیروی خود استفاده درست کرد، در شب قدر نشست. ای آدم دیگه نعوذ بالله مجلسی ساز و سرود برابر کرد، مجلس قمار، مجلس شراب نوشی را، اما قوت ها هم داشت و هم داشت. ثمره مرتب میشه، هر جهت که تعیین میکنی ثمره مرتب میشه. اگر پلته را در بوته بگیری بوته در میگیره، اگر بلته را در دامن خود بگیری دامن خود در میگیره. الله خو هدایتی تو نیست که ظلم بکنه. کسی که از اسباب هدایت کار گرفت الله برش هدایت میکنه، کسی کار نگرفت الله برش هدایت نمیکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام هلم شهداکم الذین، بیاره برما شهداکم، امو شهدای تانه. مراد از شهدا اونم معبودایشان نعوذ بالله، یا مراد از شهدا علمایشان الذین امو مردم یشهدون ایکی شایدی بده ان الله حرم هذا، که الله حرام کرده ایره. بیاری کسی هست که شایدی بده. چرا شاهد کی را میگه؟ که همو چیزا با چشم سر مشاهده کرده باشه الله که کدام چیز حرام کرده و در وقت حرام کردن الله او را دیده باشه که الله اینی را حرام کرد. بیاره شایدی بده. نیست شاهد. بله مردم گستاخ بیادب پیدا میشه، شایدی هم میده گاهی اوقات. شاهد خود نیستن، خود شاهد میتراشه، غلط میگه. الله میگه و پیغمبر خود فین شهیدو، اگر اتفاقا یا شاهدی دادن، اگرچه یا خود شاهد نیستن، شاهد کسی را میگه که در صحنه حاضر باشه. در صحنه حلال کردن و حرام کردن الله یک کسی هم شاهد نیست، حاضر نیستن. خلیکنی مردم اینقدر گستاخ بیادب است، گپی حق نمیپذیرن، بیا شاهدی میده، میگه ما شاهد هستیم. فین شهیدو، اگر شاهدی دادن در مقابل دعوتگر حق هم همینطور است. همینطور است یا نه؟ تهمت در جانت بسته میکنه. مورث متوکل امام ابو حنیفه رحمه الله توهین کرده، بیاره شاهد بیاره که من توهین کرده باشم. دیستی سعی کنه که 4 نفر بیا، میگه تو گفتی او تو نگفتی، یا حاضر میشه برای الزام ازی که تو را رسوا بسازه. از شاهدی نه حقم ترس داره یا نداره، یا کمر بسته به خاطر کرده.
خب الله متعال پیغمبر علیه السلام تعلیم میده اگر یا اتفاقا شاهدی دادن فلا تشهد معهم، تو امرایشان شاهدی ندی، به خاطر که شاهدت از یا واقعی نیست، به اساس واقعیت نیست، مشاهده نیست، موافق قانون نیست، از او خاطری شاهدی قابل اعتبار نیست. ولا تتبع اهواء الذین، پس معلوم شد که یا در تحلیل و تحریم الله حضور نداشتن و گاهی هم شاهد شده نمیتونه، چیزی را که یا حلال یا حرام میگه بنابر خواهشات نفسانی خودشان است. دموکراسی است. دموکراسی است شراب روا میدانه حلال میکنه لیکن افیو نمیگه حرام است. این خلاص. حجاب میگه حرام است، چادر باید اوسو شوه لیکن بی حجابی اگر ازار هم نپوشیدی خب ترقی و تمدن است. دموکراسی است. قرآن میگه پیغمبر علیه السلام گاهی تابعداری خواهشات کسی را نکرده و نمیشه، معصوم است، معصومه. در تو را میگم دیوال تو بشنو، آینده الله میدانست که آینده ای ترومتا پیدا میشه، میایه قانون مطابقی خواهش خود جور میکنه به نام دموکراسی، لباس مزین سرش میپوشانه سری قانونی که مطابق خواهشات نفسانی است، نامش میماند دموکراسی. مردم فریب داده رایسته، گاهی هم تابعداری زیر نکنی. ولا تتبع، تابعداری نکنی اهواء الذین، از خواهشات او کسانی که کذبوا بآیاتنا، تکذیب احکام ما را میکنه، احکام ما را دروغ میپنداره. امروز همی طور است یا نه؟ امی بدبختا و لعینای غرب از اروپا قوانین و حدود ما را دروغ میپنداره، ظلم میپنداره، میگه زناکار سنگسار کردن، دوره زدن، قاتل قصاص کردن، دزد قطع کردن دستش، شرابخور دوره زدن، حد قذف والا را دوره زدن، چیست دیگه، مرتد قتل کردن، کلش میگه چیست؟ ظلم است. نمیگن؟ میگن. قرآن میگه تابعداری خواهشات از یارا نکنی همون مردمایی که تکذیب میکنه احکام مرا، تکذیب میکنه دلایل توحید مرا. والذین لا یؤمنون، و کسانانی را تابعداری نکنه که ایمان نداره بالآخرت، دا آخرت، و هم بربهم یعدلون، این مردم ها با امرای پروردگار خود مخلوق یعدلون برابر میکنه. اینطور مردم ها را تابعداریش نکنه، بنابر خواهشات نفسانی قوانین جور کرده، چیزی را حلال چیزی را حرام، قطعا شما تابعداریش نکنه. دموکراسی مجموعه خواهشات است. مجموعه چیز؟ خواهشات مردم. نکو تابعداری. امروز مسلمان قانون اسلام ترک کرده، قرآن ترک کرده، دنبال دموکراسی روان است. مبصرین ما دموکراسی لکه‌دار نشوه. چی دموکراسی؟ بدبخت تالی دموکراسی را نشناختی. قل بگوی پیامبر علیه السلام تعالی واتلو ما حرم ربکم، بیایی که ما تلاوت کنم آن چیزی را که حرام کرده ربکم پروردگاری شما. تعالی بی بالا. اسلام همیشه در کدام مقام قرار داره؟ پایین یا بالا؟ بالا. کسی که طرف اسلام میاد مقام عالی میاد. چرا؟ از بندگی مخلوق الله میبره، از بنده کی میشه؟ الله. در پیش پاچای ایران که صحابی آمد برش گفت چی اراده داری؟ چی مقصد داری؟ گفت لنخرج چیست؟ عبادت من عبادت العباد الى عبادت رب الارباب. ما آمدیم به این خاطر که مردم ها را از بندگی بنده ها بکشیم به بندگی کی؟ رب الارباب. چقدر کلام موزون و قیمتی است، چقدر وزن داره. یقینا کسانی که دین اسلام نپذیرفته کلش بندگان کیست؟ مخلوق عاجز. مخلوق عاجز. کسی بنده بت، کسی بنده کرم، کسی بنده گاو، کسی بنده چیست؟ قبر. رقم ده بندگی مختلف مربوط است. کسی بنده های طاغوت و ابرقدرت و اتم است، کسی بنده مادیات است، مادیات دنیا. بندگی الله را که نکردید مختلف بندگی ها چی بند میشی. بیایی که شما تلاوت بکنم آن چیزی که واقعا الله ربتان سر شما حرام کرده. اول مسئله، مهمترین مسئله، الله تشرکو به شیئا، که شرک نکنی امر الله هیچ چیزی را، شیئا هیچ چیزی را، نه ملک، نه پیغمبر، نه ولی را، نه جن، نه انس، نه خونزاده را، نه گلزاده، نه صاحب زاده را، هیچ کسا امرای الله شریک نکنه. نه همیشه شریک شده نمیتونه. الله کجا، مخلوق کجا؟ چطور برابر شوه که عیسی قطع از او داشته باشه؟ اول مسئله چیزی را که الله حرام کرده، بند کرده. عدم شرک حرام نیست مردم.
چطور میگه؟ آن چیزی را که الله حرام کرده ربکم بالای شما، علیکم بالای شما. چی معنا دیگه؟ آن چیزی را که لازم کرده ربکم پروردگار شما علیکم بالای شما که او کار انجام نده. کدام کار انجام نده؟ الله تشرکو که شرک نکنه بی با الله شیئا چیزی را. حرمه بعضی مفسرین میگه حرمه متعلق منهیات است، او اوجبه متعلق چیز بگه مامورات است. پس این طور است ما حرم ربکم بیایی که من تلاوت کنم بالای شما آن چیزی را که حرام کرده و واجب کرده پروردگار شما علیکم بالای شما. واجب کرده الله تشرکو که شما شرک نکنه. سرتان واجب است که شرک نکنه دیگه. تعالو قل تعالو بگه پیامبر اسلام بیایی اتلو تلاوت میکنم ما آن چیزی را حرمه که حرام کرده ربکم علیکم پروردگار شما بالای شما حرام کرده. از او جمله محرمات، از او جمله چیزایی را که الله براتان منع کرده چی است؟ چیزی منع شدگی لا تشرکو شرک نکنی امرای الله، یعنی شرک ممنوع است. عدم شرک نه، شرک ممنوع است. نکنی امرای الله چیزی را شریک شیئا چیزی را نه ظاهر نه پنهان اجگاه. و بالوالدین احسان بکنی امرای پدر و مادریتان. احسانا به احسان کردن. پیغمبر علیه السلام روایت مرفوض حدیث مرفوض اینمی آیت را از 3 آیت اینمی را از صحابه کرام بیعت میگرفت. بیعت که اینی کارا را نکنه، تجدید میکرد. اینی را میگه بیعت. پیغمبر علیه السلام برای از اینکه در ذهن صحابه اینی کارای کلان بزرگ بعد همیشه در ذهنشان باشه و مرتکب نشوه امرای صحابه از صحابه بیعت میگه. چرا که این گناه های خیلی بزرگ است. گناه های نیست که تنها به نفس خود انسان تعلق داشته باشه، بلکه معاشره را گنده و خراب میسازه. فساد اجتماعی داره، از او خاطر از این کارا منع میکرد. شرک فساد اجتماعی داره، پرستش غیر الله متعال، برابر کردن غیر الله. حال دیگه نظر و نیاز و همه گپا برای ازوا میشه، عبادت به غیر الله میشه. پدر و مادر احسان بکن، خطش نیکی نگذارشه که قدر و قیمتش نمیدانی، خدمتش نمیکنی. پدر و مادر شکایت میکنه در کس، بددعا میکنه، زندگی تباه و برباد میشه. نکن. احسان به والدین چی است؟ اول احسان به والدین است تعلیم عقیده. اگر عقیده صحیح تو داشتی برای پدر و مادرت پیش بکن. بعد از خدمات، البته فرمان برداری اوامر از و داخل چوکات شریعت مکمل، حتی تا این اندازه را که دوستی از را بعد تو دوستی بکنی. تو خوش نداریش خود، چون که پدرت خوش داشت، مادرت دوستش بود، تو خطش نیکی بکن و دوستی خطش بکن تا این اندازه را. آخرین حق پدر و مادر ولو که وفات کرده باشه دعا کردن، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. الله سرش رحم بکن، مثل که مرا در حالت طفولیت تربیت داده. اینمی حق پدر و مادر داره. باز الله چی میگه؟ و بالوالدین احسان، احسان کنی امرای پدر و مادرتان احسان. یعنی قد پدر و مادر مستحق احسان است، نه مستحق عبادت. عبادت حق الله متعال است. هیچگاه پدر و مادر شریک شده نمیتونه امرای الله متعال در عبادت. عبادت چی را میگه؟ هر سخن و عملی پسندیده به نزد الله چی است؟ عبادت است. هر سخن و عملی پسندیده را خاص به خاطر رضایی کی الله باید انجام داد. اگر یک سخن یا عمل که پسندیده است، قابل قبول است به نزد الله متعال، ای را خالص به خاطر رضای الله انجام ندادی، به خاطر لحاظ و ملازی کسی دیگه انجام دادی، آلی چی میجور میشه؟ ریا. او ریا چی است؟ شرک است. شرک است. پدر و مادر بسیار احسان بزرگ سری تو داره، حقوق بزرگ داره، لیکن حق عبادت سری تو نداره. فقط حقشان احسان است. ولا تقتلوا اولادکم، قتل نکنی اولادتان من املاق، از گرسنگی. این یکی در سوره بنی اسرائیل میاد، اسراء، اونجا خشیت املاق میاد، اینجا املاق میاد. اینجا مردمای چیست؟ فقیر است، که خودت فقیر هستی چیز نداری. او اونجا مخاطب مردم غنی است که فاف خودشان میشه، لیکن اولاد نمیگذاره که باز رزق مرا او کم میسازه. خشیت چیسته؟ خشیت املاق گفته. از گرسنگی تو را قتل میکنی. در زمان جاهلیت خوی گپا موجود بود، بالکل فقر در سرحدی رسیده بود که خودم چیز نداشتن، از دو خاطر اولادم زنده به گور میکردن.
نکشی اولادایتان. در اون زمانه مکمل عادت جاهلیت بود. لیکن اینجا قتل سه قسم است. یکی قتل حقیقی است که ما شما میبینیم. قتل حقیقی هم است که بچه را قتل کنی. در زمان جاهلیت دخترها را زنده به گور میکردن. این یک نفری این طریقه را کشیده بود، یک نفر. او چرا؟ دو قوم جنگ کرده بود، از یک قوم زنایش اسیر شده بود، قطعی قوم دیگه کل دیگه زن آزاد شده بود. یک دختر یکی از جمله مردمایی که خیلی نامدار بود او پس نرفته اوجا، امونجا دمو قومی که اسیر کرده بود شانه دمونجا شوهر گرفت. اینمی پدرش سخت به خاطر ازی که من سر ناموسی خود غیرت میکنم، هر دختر گفت که همی دختر پیدا شد من را قتل میکنم. دختر که پیدا شد را قتل کرد به این خاطر که من ناموسداری میکنم. در جهالت خود ازت اولاد خود قتل کرده روی بود. بعد از اون طریقه شد در بینی چی هسته؟ عرب جاهلیت. خلاص این قتل حقیقی است که الله منع کرده، قطعا اولاد خود انسان قتل نکنه ولو که تو گرسنگیه. چرا؟ رزق خو الله میدونه، پشت سر میگه. دوم قتل به طریق ایام قتل است، خو پوشیده است به طریق مرموز. طریق مرموزی قتل کدام است؟ سقط جنین، خوردن دواهایی که مانع چی میشه؟ بگه پیدا شدن اولاد میشه. یام دینمی قتل شریکه او یالی به می خاطر هم قتل میکنه. چی میگه؟ اولادا زیاد میشه کی نان نفقیش پیدا میکنه. کافر میشی یا بدبخت؟ دمی گپیت کافر میشی، نان نفقه را تو بدبختی خبیث پیدا میکنی یا الله میده؟ همین طور کی نان نفقه میده؟ همین طور کی دهن داده؟ همین طور کی دست داده؟ همین طور کی سلیقه پیدا کردن رزق داده؟ تو تالی را نفهمیدی خدا چی تراش کردی؟ ها؟ به هزارها مردم آلی سقط جنین میکنه. در این سقط جنین دکتری که سقط جنین میکنه قاتل است، کفاره سرش است و توبه سرش است. اگر توبه نکشه در روز قیامت قاتل است. قاتل خود گفته بوده که من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم، جزای جهنم است. و دکتر صاحب نکوی کارا را، غربیا را خوش نکو، مؤسسه بدبختی خبیث خوش نکو، مردم از اولاد نگذار، پیچکاری نده، دوا نده که مانع اولاد میشه. ایام دینمی قتل شریک است. امی زن امی مردکه کی رفته سقط جنین کرده یا دوا را خورده به طریق کلی که من نمیکنه، کلی از یاد این قتل شریک هستند. چی میگن؟ قتل کردنش ما نمیتونیم، زیاد میشه باز ولی از تربیه نمیتونیم. ما اینطور کسا را دیدیم که 10 اولاد داره، 10 اولادش دکتر و انجینر است. خو یک بچه داره قمارباز، چرایی پشرایی، پرسان نکو، فاسدی بدبخت که پرسان. کلی بیهمتی در توست، کلی چیسته رشته در پیش خودیت است. تو بدبخت بودی، اولادت بدبخت است. کسی که بدبخت نباشه 20 اولاد داشته باشه هنوز خوب است، کارش جمع است، کاری خود انجام میده، میره تعلیم خودم میکنه، همه چیزش. یک بچه رسیده نمیتونه، اگر تحصیل کنه نان نفقی خود پیدا نمیتونه، اگر نان نفقه را بکنه تحصیل نمیتونه. تو نمیفهمی اصلا فلسفه زیرا. این دو قسم قتل شد. سوم قتل ولا تقتلوا اولادکم، قتل نکنی اولادتان به تعلیم و تربیت نگذاری. تعلیم و تربیت دینی را برش خامخا مهیا بسازی، در فکر شوی. چرا؟ اگر این تعلیم سرش نکرده بودی بله رزق زنده ها را میخوره، لیکن حقیقتا مرده است. حقیقتا مرده. کسی که واقعا زندگی دینی خدا نفهمید چیست بگه مرده است. از او خاطر در فکر تعلیم و تربیت اولادتان باشه. چرا کیام قتل حکمی است، حکما تو قتل کرد، اگرچه حقیقتا مقتول نیست میگرده، خو لیکن زنده مفت است. نه حق الله را میشناسه، نه حق مخلوق الله را، نه انسانیت میشناسه، نه هدف انسانیت، بلکه دیگه بر علاوه از اینکه انسان نیست بلکه بلا برای کیست؟ انسانیت است. یک تعداد مردم همینطور است یا نیست؟ آنقدر شر است، وجود شر، گفتار شر، کار شر، نشست شر، برخواست. از همون خاطر مردم دور میگریزه که قطعی تعلقه پیدا نکنه. اینطوری آدم چیسته بگه؟
زنده است در حقیقت؟ نه، حقیقتا زنده نیست، مرده. ولا تقتلوا اولادکم، قتل نکنه اولادتان من املاق، از ترس گرسنگی، یعنی از گرسنگی که خودم گرسنه هستی او را از بین میبری به خاطری که برای ما باز چیزی پیدا نمیشه. نحن نرزقکم، ما روزی میدیم شما را، الله میگه، و ایاهم، یاره هم ما روزی میدیم. پس آن چیزی که در تقدیر الله نوشته کرده به شرطی که تو حرکت میکنی الله مهیا میسازه. اگر راه حلال ده پیدا کردن رزق میگیری الله برات همون رزق الله را مرتب میکنه. اگر راه حرام ده پیش میگیری رزق حرام مرتب شده میره. کلش ده اختیار خودت است. الله میگه نحن نرزقکم، ما روزی میدیم شما را هم و ایام یاره هم. تو نیستی که روزی بدی. یک تعداد مردم ها کسبای حرام میکنه، تلویزیون ها را میفروشه، سیدی های موسیقی، دکان های موسیقی را جور کده میفروشه. باز وقتی برش میگی که کارا را نکن میگن نمیشه، ما روزی را از کجا پیدا کنیم؟ و بدبخت، آیا کسیت فروخته میتونی؟ میوه را فروخته نمیتونی؟ ترکاری را فروخته نمیتونی؟ چطور میگی؟ الله برات همین راه ها را بند کرده؟ قطعا بند نکرده. پس از او خاطر کسانی که نعوذ بالله کاروباری حرام میکنه، تجارت حرام، شراب وارد میکنه، این میطور چیزایی که حرام است، سیگرت وارد میکنه، نعوذ بالله، آن چیزی که لباسایی که خیلی تنگ است و همچنان شفاف است بدن معلوم میشه، این تجار هم در این گناه داخل است. چرا که به خاطر که این باعث شده برای از اینکه مردم مبتلا به این گپا شود. از او خاطر انسان ده تجارت خودم بسیار دقیق باشه، کسب و کار حلال ده نظر بگی که الله برات حلال بده. ولا تقربوا الفواحش، نزدیک نشوی به کارهای بی حیایی. فاحش هر آن چیزی که از حد بیخی بیرون شوه او را فاحش میگن. بعد از او اطلاقش بالای کارهایی که دلالت بالای بی حیایی میکنه. چرا؟ بی حیایی هم کاری چی هسته؟ از حد بیرون است، بسیار از حد بیرون است. ما ظاهر منها، آن چیزی که آشکارا است از این کارهای بی حیایی، و ما بطن، آن چیزی که پنهان است. ظاهر خونه بر الا گپ است. کدام ظاهر گپ است؟ در تلفن زنگ میزنه، رادیو تلویزیون کلگی میشنوه. از کجا تماس گیری؟ کدام هستی؟ خوب جیتا جان، قربانت شوم. بازی برش خنده میکنه. تو زمزمه کو کدام آهنگ خوش داری؟ او باز از زمین دور خوش داره. باز برش میگه که نه پخش نمیکنم تا که تو زمزمه نکنی. باز بعد از میگه قربانی آوازکت شوم. کاش که تو در استودیو بیایی. بازی تو رم برش میگه این مظاهر است، این فواحش مظاهر است. لباس تنگ و شفاف میپوشد در بازارا بدون کدام عذر شرعی گشت و گذارا داره. این کلش فاحشه ظاهر است. بالکل. استعمال عطر برای زن، پیغمبر میگه که زن عطر بزنه که بره از خانه در لعنت الله است، در زیر استشراف شیطان قرار داره تا که پس میگرده. پس وا به او زنی که مویای خود خوب جور کرده، لب شیرین زده، سرخ و سفیده، پشتی گپ نگرد، اینه وقتی که پای خدا میزنه جرنگ میکنه، توجه مردم به خود جلب کرده، اورام در رمضان مبارک. باز بگاه این روزم گرفته، بگاه که میره الله ببخش مرا، تو خود تباه برباد کردی، کجا رفته بودی؟ بچه هم همی قسم، این همی قسم حالتا را سری خود میاره. این را فاحشه ظاهر میگه. بچه ها فاحشه ظاهر میبینه، تلفنی خود در مجلس میکشه عکس دختری لجدهش است، این فاحشه ظاهر است. شنیدن موسیقی فاحشه ظاهر است. و ما بطن و فاحشه هایی که پنهان است، مسیجا روان میشه، غیر تو خبر داری. لیکن چی مسیجه؟ در مسیج چی نوشته کرده؟ از این مسیج چی حاصل میکنه؟ بجز از اینکه به گناه مبتلا میکنه. اعتمادی از بین بردی، اسلامیتی از بین بردی. اگر برادری در این مسیج ببینه بس دیگه خلاص هستی، کل زندگی تباه و برباد شده. دختر و بچه چرا؟ از مسیج چی لذت حاصل میکنه؟